کلثوم همین که گریه میکرده چشاش رشته ماکارونی و نودل میزده بیرون. در واقع یه روز کلثوم که از بدبختی های زندگی شروع به گریه میکنه، یک دفعه یه رشته نودل ماکارونی از چشمش جاری میشه. بعد وقتی میخوردش میبینه نه همچین چیز بدی هم نیست. دمه چشم شالم گم عجب ماکارونی زده و برای همین یه ظرف برای ننه بزرگش هم میبره تا ببینه چه نودل هایی از چشم چالش سرازیر شده براش. ننه هم حساب خوشش میاد که بعدش کلثوم بساط میکنه و میگه نودل فرد الان نودل تازه چش نخورید ایشالله از چش من نودل بخورید ماشالله. و کل نودلاش میفروشه. بعد یه نگاه میکنه و میبینه همه نودلای قبلیش هم ته کشیده بودن چون پول دستش اومده بوده و بدبختیاش هم کم شده بوده و دیگه گیریش نمیومده اصلا. و حتی از لینگ و لگد زدن و جفتک زدن به در و دیوار تا دیدن فیلمای عاشقانه نمیتونسته گریه کنه. برای همین هم یه تصمیم سگی میگیره که سگ بدبخت پدر سگشو ببره تو جنگل ولش بکنه. ای چی صافت گیری من در من و بعد به همین بهونه میره برای آبخوری گرفتن و بازم میره تا نودلاشو فرو کنه تو حقوق ملت. چی دوری دلت من چی صافت. خب بعدش هم میبینیم که توی یه رستوران به عنوان سرآشپز بوده که عکس سگش هم رو دیوار گذاشته بوده تا هر وقت میبینتش غمگین بشه. سگ تو روه و از این طرف نودل سگ کش بده دست مشتریا. حتی میبینیم که عکس ننه بزرگش هم رو دیوار گذاشته بوده. ننه بزرگت هم رفتی تو جنگل ولش کردی؟ ای سگ تو خودتو نودلای سگت کلثوم به خاطر چند تا رشته نودل و چوز تومن رفتی کل خانواده تو زندگی تو به فنا دادی که. وایسا الان لوت میدم. سلام قربان وقتتون میخوای میخواستم چند مورد آدم ولی و سگ ولی رو گزارش بدم. بله چیز یعنی روبایده نکردی ول کردی یهو. مصطفی قطعش کن.